چی وعده محکم گرفتن؟ وعده محکم گرفتن دو وجه. یک وجه است که شما خامخا دعوت میده، مهربانی میکنه بالای تابعدارایتان و مکمل دعوت ادامه میده، ترک نمیکنه. این وعده از کل انبیا، خصوصا از انبیای اولو العزم که 5 پیغمبر است و تو هم پیغمبر علیه السلام در بین از یا شریک هستی. از شما هم این وعده گرفته شده که دعوت ادامه بده. دوم وعده، ما وعده گرفتم از شما هم، از انبیا علیهم السلام سابقه هم، که نصرت تو را بکنه. چیسته؟ بیان حالت تو را به امت خود بگویه که بله اینی طور پیغمبر آمده نیست. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما گرفتم از همین انبیا علیهم السلام وعده خیلی محکم در مورد تایید پیغمبر. اولش در مورد ادامه دعوت، دومش در مورد تایید پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چرا گرفتم؟ لیسأل الصادقین، عاقبت و انجام میثاق و وعده گرفتن ای شد که سوال کنه الله تبارک و تعالی از صادقین، کسایی که راست کرده امی وعده را، عن صدقهم، از راستیشان که به میثاق و به می پیمان تعهد کردن اوی را راست کردن. و عد للکافرین، و سوال شو از کسایی که نقض کردن ای پیمانه. و عد للکافرین، آماده کرده الله برای کسایی که منکر هستند، عذابا علیما، از نظام الله عذابا علیما، عذاب دردناک. چرا که عذاب الله را نمیپذیرند. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، اذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمت الله را علیکم که بالای شماست، بالای شما بود. اذ جاءتکم، در آن وقتی که آمد برایتان، جنودون، لشکر، فارسلنا علیهم، ما روان کردیم بالایشان، ریحا، باد، و جنودن، لشکرهای دیگر، لم تروها، که نمیدیدن امی لشکر امواره، یا شما نمیدیده. اردو معنا درست است. و کان الله، هست الله تبارک و تعالی، بما تعملون، با آن چیزی که شما عمل میکنه، بصیرا، خوب بیناسته. این اشاره به جنگ احزاب است. خاکه یا نقشه جنگ احزاب بیان میکنیم، بعد از او آیات را ترجمه میکنیم که خوب در ذهن ما بشینه. زمانی که پیغمبر علیه السلام از مکه مکرمه در مدینه منوره هجرت کرد، اونجا کفار دیدن که پیغمبر علیه السلام از چی تاکتیک و سیاست کار گرفت. اول کاری که پیغمبر علیه السلام اونجا کرد، در بین مهاجرین و انصار مواخات برقرار کرد که یکی با دیگه برادر شود. مسجد بنا کرد. دو، سوم کار سیاسی که کرد، با ماحول مدینه که کدام یهود بود، قطع ازوا تلاش کرد که موارد صلح را امضا بکنه، به خاطر که میفهمید که مشرکین مکه آرام نمیشینه و حتما درگیر میشیم، بر ما خاری بغل در مدینه منوره نباشه. از همون خاطر قطع توده ها و فرقه های یهود در مدینه منوره صلح را امضا کرد پیغمبر علیه السلام. کفار مکه خود پیغمبر علیه السلام در سال دوم هجرت واقعه بدر شد، جنگ بدر که به کامیابی مسلمانان تمام شد. سال سوم که جنگ احد است که مسلمانان 70 نفر شهید هم میشه، سال سوم هم جنگ بود. معلوم شد که مشرکین مکه دیگه مسلسل جنگا را شروع کرد. در سال چهارم بنابر بعضی روایات در سال چهارم جنگ احزاب صورت گرفته و در بعضی روایات سال پنجم این جنگ احزاب چیسته صورت گرفته. نقشه جنگ کی طرح کرده؟ حیی ابن اخطب که بسیار منافق بود، کلان یهود بود، سرداری و کلانیش در خطر بود. این یک بولک مردمای کلان از مدینه منوره گرفت از یهودا و رفت در مکه. در اونجا قطع سردارای قریش ملاقات کرد، نشست و برخاست کرد و برش گفت که بیای، این آدم هم شما را تنگ آورده، دین پدرایتان از بین میبره و هم ما را تنگ آورده. ما به یک جهتی و یک دست عمله میکنیم که دیگه این آدم از بین ببریم و این حرکت بیخی خنثی شود. اینمیجا مشرکین مکه خو میفهمیدن که یا خو تابعدار کتاب آسمانی است، او قدر دل نمیبستند و اعتماد نمیکردند. از همون خاطر گفتند که شما خو آمدی، خو لیکن ما سری شما اعتبار نداریم. چرا؟ شما و پیغمبر خود در بعضی موارد مشترک داره و هم پیروی کتاب آسمانی را میکنه شما، او شما خود دین ما را باطل میگه. پس در اینجا شما قطع از ما شریک میشه، نه قطع از ما. به شرط ما این قطعتان پروتکل امضا میکنیم که یک دفعه چند نفریتان بره در بیت الله، قطع چند نفری ما از پوشای بیت الله بگیره، تعهد و پیمان در خود بیت الله بسته کنه و دین ما را حق بگویه و بعد از او باز ما قطع شما هماهنگ میشه. در موقع سیاست
آدم از دین خود تیر میشه. این را یاد داشته باشه. در تنظیم که بودی هم، در تنظیم مصلحت دین و تنظیم که آمد مجبور استی که دفاع از تنظیمت بکنی، از دینت نکنی. این را یاد داشته باشه. شما خب بیره مطالعه دقیق بکنه. کسی که در تنظیم و گروه میره باز نگویم که مثلا کل دین عمل کرده میتونم، نمیتونه. بیان کردن مصلحت تنظیم در نظر میگیره. این را یاد داشته باشه. چرا سیاست آدم اینمی طور مجبور به دروغ میکنه. امی مشرکین امی یهود با وصفی که حقانیت پیغمبر در کتاب خود مکمل مطالعه کرده بود، میدانستن که دین حق است، ولی اینجا در موقع سیاست آمدن، در پوشه بیت الله دستار بند کردن و بعد از او تعهد و پیمان کردن. پس از او دینی مشرکین مکه را گفتن بله دین شما از دین محمد کده بهتر است، نعوذ بالله صلی الله علیه وسلم. بعد از او این پروتکل امضا شد. امی حیی ابن اخطب قطعی امی مردم وفد خود آمدن در بنو غطفان. قبیله خیلی تیرزن بود او خیلی زیاد قبیله بود. قطع کلانی از عیینه ابن حسن میگه قطعی ازی 6 تن دو گفتگو کرد تا ای که یار آماده ساخت که ما نصف خرمای منطقه خیبر برای 1 سال برای شما میدیم. 1 ساله حاصل نصف خیبر از شما باشه. خود شما ما هماهنگ شوی که یک دفعه حمله شوه بالای پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام خبر شد که یهودی مدینه رفته، اونجا پیمان بسته شده و علیه مدینه حمله میشه. مشرکین مکه بسیار با جوش و خروش تقریبا از هر قوم و قبیله نفرا را یک جا کرده. در 12,000 در بعضی روایت 14,000 نفر و چقدر شطور و بگوی چی اسلحه و اسباقتش بود یا حرکت کردن در طرف مدینه. پیغمبر علیه السلام سلمان رضی الله عنه که نو مسلمان شده بود از او مشوره طلب کرد که اینطور گپ است. سلمان رضی الله عنه مشوره داد او نیک مشوره داد. گفت پادشاهای ما زمانی که سرش حمله میشد و توان مقابله را نمی داشت خندق میکندن از خود دفاع میکردن. پیغمبر علیه السلام مشوره چیرا سلمان رضی الله عنه را بالکل پذیرفت و بعد از او مردم جمع کرد. این نمو جنگی است که از تا کسی که سنش 15 ساله نبود او را در جنگ قطع خود نمی برد. ابن عمر رضی الله عنه دمی 15 نشده بود رد شد. ابی سعید خدری رضی الله عنه بگه رد شد. صحابه بودن که خرد بودن. کسی که 15 را تکمیل کرده بود در اینجا در جنگ شریک می شدن. بعد از او پیغمبر علیه السلام در پشت کوی سلع از منطقه شمال که سری مدینه منوره کسی تعرض میکنه اونجا شروع کرد چی را؟ یک دانه خندقه که او تقریبا چندین میل درازی داشت و برش اینقدر بود که اسب خیز زده نمیتونست، نفر خیز زده نمیتونست. عمقش هم تقریبا اینقدر بود که پس نفر یا اسب برآمده نمیتونست. و این را پیغمبر علیه السلام هر 10 متر در 6 نفر تقسیم کرد. تقریبا در این موقع لشکر پیغمبر علیه السلام تا 3000 نفر موجود بود، لیکن اسلحه خیلی کم، اسبا خیلی کم، بی سر و سامان بود. این طرف اینمی حیی ابن اخطب آمد چیسته بنو قریظه که با پیغمبر علیه السلام پیمان صلح داشتن، یعنی در صلح قطع پیغمبر شریک بودن. در پیش از او آمد و از او هم مطالبه کرد که علیه پیغمبر صلح را میده کنه و علیهش بخیزه. کعب ابن اشرف دروازه را برش باز نمیکرد به کلانی یهود دیگهش که هر چی کرد از اونجا تانه داده تا ای که کعب ابن اشرف که کلانی همی یهود بود از بنو قریظه بود، این مجبور شد دروازه را اعلا کرد. که اعلا کرد برش انواع سخنا و توبالا را گفت تا که ایرم قناعت داد که بله علیه پیغمبر صلح پیمان خود میده کنه و برای از همون خاطر کعب ابن اشرف وقتی که دیگه مردم جمع کرد و برش گفت که چیسته اینی طور پروتکل قطع فلانی سردار ما امضا کرده و بسیار خسته شدن و گفتن که خیلی بدکار کردی. چرا این مردم تا آلی را ما غدر و خیانت از یا ندیدیم و با مسلمان ها بعد این کار نمی کردیم. خو گفت آلی ما پروتکل کردیم موقع از دست رفته. پیغمبر علیه السلام که خبر شد که بنو قریظه قطع از یک جای شده، سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضی الله عنهما که هر دویش سردارای اوس و خزرج بود یار روان کرد. خویی هدایت برش داد که اونجا شما رفتی اگر امی گپ راست بود باز اینجا که آمده نگوی که بله قطع از یک جای شده، گپ گلمول بکنه که ما بدانیم لیکن عام لشکر ندانه. اگر نه که گپ نبود
صراحتا باز اینجا خب صحیح بگویه که مردم چی کنه؟ دل پیدا کنه. در جنگ مورال قوی کردن و ضعیف کردن این خیلی مهم گپاست. و که رفتن اونجا بسیار گپ و گدازم قطش توبالا شد، سخنای خیلی سختم تبادله شد و بعد از او پس آمدن گپ یک کمی گلمول کردند و پیغمبر علیه السلام هم فهمید. اینجا چیسته خندق کندن شروع شد. هر 6 نفر 10 متر میکند. قاعده ای طور بود که هر کس زود خلاص میکرد امو میرفت قطعی دیگه کمک میکرد. این کمال هم دردیسته. خودی پیغمبر علیه السلام هم من حیث یک فرد در 6 نفر شریک بود و امو رقم کاری که صحابه میکرد خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم انجام میداد. از امو خاطر امیر کلان در هر منطقه اول کار باید خودش بکنه تا که مردم از او الگوی یاد بگیره. پیغمبر در تمام امور زندگیش همینطور بوده. قدرت الله تبارک و تعالی سلمان رضی الله عنه سرش نزاع بود. انصار میگفتن که قتما باشه، مهاجرین میگفتن قتما. پیغمبر علیه السلام در موارد جنگی قوم جدا میکرد. البته این جدایی برای تنظیم امور بود که هر کس از یکی دیگه خدا میشناسه اولگیری میکنه او یک نوع حسی امین نسبی، حسی قرابت و رشته داری این مؤثر میباشد در جنگا. به خاطری که نمیمانه مرده تنه میگه بچه کاکایم است، بچه مامایم است. اگر رو بند میمانه تو از پیش دفاع میکنی. از او خاطر پیغمبر علیه السلام گروپا را به نام انصار و مهاجرین جدا کرده بود. با سلمان رضی الله عنه از هیچ کدامش نبود، نزاع بود. چرا که خو مهارت داشت در خندق کنی. از او خاطر هر کس میخواست که قتمه باشه. پیغمبر علیه السلام وقتی نزاع را دید صدا کرد گفت سلمان منا من اهل البیت. سلمان از ماست، از اهل بیت است. بعد از او پیغمبر علیه السلام میرم قطع 5 تن از مهاجرین در یک جای معذف کرد. در جایی که سلمان رضی الله عنه میکند قطع 5 نفر دیگه از صحابه قدرت الله یک سنگ کلان برآمد و هر چی که کردن تمام اسبابشان میده شد ولی سنگ میده نشد. یک دفعه بین خود مشوره کردن که همین خطکشی که پیغمبر کرده ایره تغییر میدیم، کج میکنیم، سنگ میمانیم او طرفش خندق دور میدیم. باز گفتن نه، خطی پیغمبر علیه السلام بعد میده نشود. خو هر چی زور زدن ایره کنده نتونستن. سلمان رضی الله عنه پیش پیغمبر علیه السلام آمد. گفت یا رسول الله در این طور مشکل مواجه شدیم. پیغمبر علیه السلام عامر ابن عوف رضی الله عنه میفرمه که ما پیغمبر علیه السلام خود دیدم که بدن مبارکش از دست خاک دیده نمیشد، پوستش یک دم گرد و خاک شده بود. یک طرف یخی خیلی زیاد بود، دیگر طرف موقع بسیار تنگ آمده بود که یا حتی در قضای حاجت رفتن هم بسیار برشان مشکل تمام میشد. چرا که دشمن یک دم از هر طرف حمله کرده، آلی دیگه بیخکنی میکنه نعوذ بالله. ناتو امروزی واره از هر طرف جمع شده بودن. اینمی حالت بود اون جمع. سالا اینمی قسم دشمن دین با هم یک جا شده توافق کرده برای از بین بردن اسلام. او میگه که پیغمبر علیه السلام خود آمد و همینجا مارتول گرفت. پیغمبر علیه السلام وقتی که سنگ میزد با مارتول ای آیت قطش میخواد و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. بمی یک زدن 3 حصه سنگ گفت میده شد. 2 کی زد باز دیگه حصه سنگ میده شد. 3 کی زد سنگ میده شد. لیکن توسط هر زدن سنگ یک لمبه واری شعله واری بالا میشد. سلمان رضی الله عنه میفرمه که ما وقتی پیغمبر اسلام از چی برآمد تکیه زد، ما برش گفتم که یا رسول الله تو که سنگ میزدی در هر دفعش یک شعله بالا میشد. گفت تو دیدی یا سلمان؟ گفت بله یا رسول الله دیدم شه. گفت در اول دفعه که من زدم جبرئیل امین آمد قصرهای کسرا را برای من نشان داد و برای من بشارت داد که امتی تو این قصرها را هم فتح میکنه. در دوم که زدم قصر چی را یمن، قصر یمنیا را برام نشان داد که ایرم امتی تو فتح میکنه. در سوم قصرهای رومیا را جبرئیل امین برام نشان داد که امتی تو را فتح میکنه. این گپ شایع شد. در اینجا منافقین هم بودن. منافقین یک سر و صدا را شروع کردن که بعد یارا بیچاره کار اسای کنه، در قضای حاجت خود وقت نداره و گپ از قصرهای یمن و روم و کسرا میزنه. عجیب گپ است. آیات های اینجا بیا یا دیگه این سر و صدا را شروع کرده بود. اینجا یک طرف کل از 4 طرف مدینه منوره حمله شروع است. از طرف دیگر در داخل مدینه کسی که سرش اعتماد داشت بنو قریظه و هم قطش یک جا شد. خو زمانی که حرکت شروع میشه منافقین بهانه جویی را شروع کردن. یک تعداد خو گفت که خانه میلاست اینطور است یا خو اجازه گرفت بدر رفتن. یک تعداد دیگه قرار در راه آمدن گفت برادر خدا خو بده طلاق نمیتونیم بدر پس گشتن.
اینطوری گپا بسیار مورالی لشکر را چی میکنه؟ ضعیف میسازه. اما کسانی که در تربیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن و عقیدش محکم بود و امی میگفت که حسبنا الله و نعم الوکیل، خودی پیغمبرم و یام اینمی بود که لشکرها آمدن از هر طرف ریختن، خود چون که خندق بود تیر شده نمیتونستن، امی طور از دور دور چیستا تیراندازی میشد، خود جنگ عمومی نشد. پیغمبر علیه السلام برای از اینکه این صحابه خیلی به تکلیف هستن یک کاری دیگه بکنیم، از یک تاکتیک دیگه قطعی امی چی بنو غطفان که و یهودی مدینه برش چی داده بود؟ نصف خرمای خیبر وعده کرده بود. یارا کلانای دیگه شه اوی که و پروتکل قطعزو یهودیا کرده بود، قطعزو نه، کلانای دیگه شه طلب کرد، قطعش گپ میزد که ما خرمای یک ساله مدینه منوره برای شما میدیم که شما اینجا جنگ اعلان کنی و پس بری. وقتی که توافق آمد، پیغمبر علیه السلام با اردو سرداری انصار که سعد بن عباده و سعد بن معاذ رضی الله عنهما است، قطعی زیاد مشوره نشست که یارا وادار بسازه که خرمای مدینه را یک ساله شبه بنو غطفان بده. وقتی که تنها کرد، پیغمبر علیه السلام مشوره طلب کرد که من خو این تو تدبیر گرفتم. گفت یا رسول الله حکم الله تبارک و تعالی است، یعنی که غم ما را میخوری؟ گفت نه حکم الله نیست، غم شما را میخورم که بسیار در تکلیف هستی. گفت یا رسول الله زمانی که ما مشرک بودیم با بتا سجده میکردیم، در او زمان هم این مردم یک خرمای ما را بزور نخورده الا که به میمانی آمده باشه و به میمانی ما داده باشیم. ما خرمای مدینه را آلی که عقیده حق پیدا کردیم، اسلام پذیرفتیم، الله بر ما عزت داد، آلی ما بپردازیم خرمای مدینه را سر ازوا بخوریم؟ با الله قسم اگر خرما را از پیش ما یا بخوره. پیغمبر علیه السلام وقت همت و شهامت هر دو صحابی را دید بسیار خوش شد. باز دیگه علاقه دیگه گپ در سرحدی رسید که تقریبا خیلی مدت دوام کرد، تقریبا یک ماه و جنگ در پایان نمی رسید. امی بود که الله تبارک و تعالی باد را پیدا کرد. اینطور باد شدید پیدا شد که خیمای کفار چپا شد و دیگا چپا می شد. دمی موقع بود اینطور حالت هوا سرد بود که پرسان نکو. حذیفه رضی الله عنه میگه که پیغمبر علیه السلام گفت که کیست که اوالی کفار بر ما بیاره؟ گفت هیچ کس خود شور نمیداد. اینطور نی که صحابه از مرگ میترسیدن. گفت یخی آنقدر ما را فرا گرفته بود که حتی بگه گپ زده نمیتونستیم که گپ بزنیم، اینقدر کنجلوب کرده بود ما را، یعنی همت نداشتیم که علی بگم. گفت که هیچ کس خود آواز خود بلند نکرد. ما گفتم که مسایی کرد. گفت بشی. باز گفت باز ما خیستم دیگه کس نه. باز گفت باز ما خیستم، مجبور شد گفت بیا اینجا. وقتی که گفت ما رفتم، پیغمبر گفتی تو میلرزیدم بیخی از دست خنکی و سردی او یک رقم یخ مرا فرا گرفته بود که میگفتم که اینالی میمارم. گفتم پیغمبر رسام انگشتای مبارک خود در دلم امیطور ماند. تو او گفت باور به الله بکنی که امی جانم یک دم عرق کرد دیگه، خنکی مرکی از بین رفت. او مرا گفت که برو تنها احوال میاری، هیچ کاری دیگری را نمیکنی. گفت ما کی رفتم داخل لشکر کفار پرد دیگه شب است. گفت خیمه ابو سفیان که کلانی لشکر است او را پیدا کردم. گفت که مشوره کردن است، همین کلانای سرگروپا را طلب کرده یا مشوره داره. میگه در خیمه نشسته. یک دفعه دل کردم که در خیمه نشسته، از همینجا ابو سفیان چرا کلان است امیر را میکشم دیگه که رقم شدم. خب باز گپی پیغمبر علیه السلام در یادم آمد که هیچ کاری دیگری را نمیکنی. گفت یا که داخل میشد یکی از دیگه خود سوال میکرد که تو کیستی، او خود معرفی میکرد، پیردار استاد بود، بعد از داخل میشد. گفت من خود پیش کردم، همین نفر که آمد ما چالاکی کردم که تو کیستی؟ گفت این مرا نمیشناسی؟ من فلان هستم. من داخل شدم هم داخل شد. گفت که ششتم همینجا قرار که ما بین خود مشوره کردن، گفتن که برادر دیگه توان نمانده. با ابو سفیان همی سرگروپا میگه که کلگی گشنه و گرسنه است، دیگا چپا شده، خوراک باقی نمانده، خیمه ها از بین رفته، کلگی را چی کرده؟ گفت خیر چی کنیم؟ گفت غیر از اینکه دیگه حرکت کنیم، دیگه گپ باقی نمانده. اون نمو بود که گفت پس حذیفه رضی الله عنه برآمد و با پیغمبر علیه السلام اول آورده که یا رسول الله اینطور گپا بود. امو بود که بازیا گریختن. الله تبارک و تعالی لشکر ملائکه روان کرده بود که خیمه را چپا میکرد و دیگا را چپا میکرد، خیا نمیدیدن. اینی واقعه بود. باز متصلی واقعه بنو قریظه که عهد مایده کرده بود. پیغمبر علیه السلام لشکر پس در مدینه رفت، علی قریب که اسلحه خود پرتا، جبریل امین آمد گفت یا رسول الله ملائک تعالی اسلحه خود ننداخته. الا
امی قومی که عهد مایده کرده امو بود که رفت سری بنی قریظه لشکر در اونجا که رفت بنی قریظه امی کلان که کعب ابن اشرف بود قوم خود جمع کرد گفت سه راه داره یا اسلام بپذیری او ما یقین داریم که می راه حق است یک که مال جان هم ناموستان به امن شود یا ایست که کل زن اولاد خردا کل گیر حلال کنه قتل کنه و خودتان بجنگی تا که روح در جانتان است دو سوم یا ایست که چی کنیم خدا تسلیم کنیم هر فیصله که در حق ما کرد یا گفتن قومش گفتن که نه ما به هیچ وجه تورات اعلان نمیکنیم که ولی قرآن قبول کنیم او دیگه اهل و عیال چرا قتل کنیم یا خود چی هستن بیگناه هستن یا چی قصور داره نه ما خود تسلیم میکنیم امو بود که فیصله به شد انصار که قطع از رابطه قوی از سابقام داشتن خود تسلیم کردن با سعد ابن معاذ رضی الله عنه که تیرام خورده بود زخمیام بود با فیصله ازی یا راضی شدن که چی بکنه پایین کنه شانه یا هم فیصله کرد در حقشان گفت جنگیشان چی شوه قتل شوه او قتل زنا و طفلا و رشته فیرا یایش امو قانون اسلام که در مورد جنگ است او عملی شوه و مالشان مکمل غنیمت شوه امو طور کردن بنی قریظه مکمل چی شدن از بین رفتن چرا که خیانت کردن غدر کردن حالاتشان هم بینمی سیستم بود من کوتاه گرفتم این داستانا را باز در سیرت ها مطالعه کنی بسیار نکته های جالب داره خیلی عبرت ها و پندا داره سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین